من سوال داشتم درباره رضای کبیر. گیرم که همین رضای کبیر چه رقمی که شما بر مسلمانان برچسب میزنین، گیرم که همین چیزی که شما میگین همین چیز باشه، از دید الهاد همین چی مشکل داره؟ مشکلش در کجاست؟ عزیز دل من، وقتی مسئله را ما بیان میکنیم از دید الهاد، این از منظر دین شما میگیم دید الهاد. ما چیزی به نام دید الهاد نداریم. از دید الهاد یعنی چی؟ شما در سوالتان یک مسئله مبهم را آوردید، رضای کبیر گیریم که درست است. از دید الهاد چی بدی داره؟ از دید یک انسان سالم، اگر مرد امسایه بیاید سینه زنش را به مکه، آیا درست است یا نادرست؟ مردم به طرف دوست دختر کس، به طرف زن کس میبینه، چشمش را میکشه اگر به چشم بد ببینه. شما میگن سینه را به مکه چی مشکل داره؟ همین سوال است که شما میپرسید. هیچ سوالی است. حالا من حیث یک مسلمان میگم که ما چنین چیزی که شما بیان میکنین این چیز وجود نداره. و چنین چیز به چی دلیل وجود نداره؟ چی وجود نداره؟ رضای کبیر وجود نداره؟ حوصله داشته باش که من حرف خودم بگم. به دلیل وجود نداره. این چیز من سوال میکنم، متوجه نمیشم. تو این چیز یعنی چی چیزی؟ اینمی رضای کبیر به شکل که شما بیان میکنید در کجا وجود نداره؟ در کجا وجود نداره؟ که شما باید بگوین که این عام بودک یا خاص، درست است؟ اینال ما میایم میگیم چنین چیزی را که خودت بیان کردی که از سینه یک خانم یا یک کس شیر به مکه و اینمی رقمی که خودت بیان کردی، چنین چیز وجود نداره. در دین ما چنین چیز نیست. اینال خاص مخصوص بوده و کسی بوده. اول اگر برای ما بگی که می حرفی که خودت زده می رضای کبیر امی عام است یا خاص است؟ عام است. امیر میکنی گفتن 100% برات ثابت کنم. عام است یا خاص؟ ثابت کنین. حالا شما اگر عام است ثابت میکنم برات که عام است. عام است؟ درست است. نه من شما سوال دارم. شما سوال جواب بدید. 100% عام است برات ثابت میکنم. عام است دیگه. گفت برات عام است ثابت میکنم. خب باشه. عام است ثابت میکنم. بار دیگر میگم. بگذارید ثابتم کنم. من اجازه بدین یک لحظه. کتاب صحیح مسلم روایت 1453 29 از زینب ام سلمه روایت است که ام سلمه به عایشه گفت غلام بالغ به منزل تو می آید و من دوست ندارم که چون این چیزی در نزد من مرسوم باشد. عایشه فرمود آیا رسول خدا برای شما الگوی کامل نیست؟ زن ابو حذیفه گفت یا رسول الله، سالم در خانه ما رفت آمد دارد و من در درون ابو حذیفه از آن بابت چیزی احساس می کنم. پیامبر خدا فرمود تو را شیر بده تا با تو محرم گردد، بتواند به خانه تو داخل شود. پس این غلامی که به خانه عایشه آمده، عایشه با این غلام چیکار کرده که به خانه عایشه می آمده؟ وقتی استدلال نمیاره. درست است. صحیح مسلم عزیز من، خود عایشه انجام داده رضای کبیر. ببخشید 1400 چند گفتین؟ 53 29 از زینب ام سلمه آمده، بنت ام سلمه. عایشه وقتی انجام میده، بعد از محمد فقیه شما عایشه است دیگه. بعد از محمد مگر ام سلمه است یا عایشه یا زینب است؟ کدامش است؟ عایشه است عزیز من. عایشه ای را عام معرفی میکنه، شما من خاص معرفیش میکنین. عایشه دروغ گفته. عایشه مردا را در خانه خود ناحق میبرده. نکنید من. خب باشه، باز این حدیث ما بررسی میکنیم به خاطر که این خاص از عام نیست. یک دوم دیگه با وسیله. من میگم عایشه انجام داده. پس عایشه انجام داده عزیز من. خب عایشه چرا انجام داده؟ یک حالت خاص بوده، عام نبوده. درست است؟ نه خاص که با ابو حذیفه خاص که با سالم و سهله و ابو حذیفه میشه دیگه. حالا صبر کنین. نه عزیز دلم، یک لحظه یک لحظه حرف گوش کنین. ما باز اجازه میتونم صحبت کنیم. یک لحظه گوش کنین. وقتی میگیم خاص باید مخصوص سالم باشه، مخصوص سهله باشه، بین زن و مردی به نام سالم و سهله. اما وقتی عایشه انجام میده دیگه از خاص پرید دیگه. خاص ما نداریم، عایشه انجام داده. پس ما نداریم خاص با عایشه بوده مگر؟ پس ام سلمه، پس سهله چی کسی؟ یعنی اینمی حرفی که شما زدین پس ما نداریم عام یا پس ما نداریم خاص، شما اینمی را از دلتان گفتین، درست است؟ رضای کبیر عام است. من بسیار شما فکر میکنم مشکل دیشب عقیل هاشمی را گرفتین عزیز من.
ما دارم به شما میگم که عام هست. عام. خب اگر ثابت شود که اینمی خاص است شما قبول میکنین؟ اگر ثابت شود که خاص است باید عایشه را تکفیر کنین. عایشه را بیاین زناکار بگوین. نه خب دشنام نتیه، دشنام که میتی مجبور است. نه خب عزیز من، غلام در خانه عایشه چی میکرده پس؟ نه مسئله دشنام نیست، شما چقدر نازک نارنجی هستی. اگر رضای کبیر را شما خاص معرفی کنین باید اول عایشه را زناکار بگوین.